کودبانو چش دیگه اشتباه کنه. خب در این ظلمات شب اینجا یه خونه جنگلی بوده که سالهاست ترخیب شده و کسی دیگر در این مکان زندگی نمیکنه. و اما چیز عجیبتر یک تونل که به سمت زمین رفته و هر امکان کلوفت‌خوای ها هم جرأت به داخل رفتن این تونل ترسناک رو نداشتند، ولی سه پسر شجاع مارنگازی تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. علی خداحافظی میکنیم باهات. علی از عوامل پشت صحنه است، کفشاشو میبینید. او مای گاد اینجا خیلی خاک لغزان میده. واو. شده خرک. و میبینید که بارون به اینجا زده و خاک رو خیلی رطوبت کرده و حرف زدن باعث میشه که این آثار باستانی ریزش کنه، بس ما صحبت نمی کنیم. کشتن میبینی کشتن میبینی چقی اونا خرید. خدای من باورم نه. علی باید بود همه کم بشم خواه علی بود یه دزهش بگه چون کفش های چند میلیونی من خیلی گرونه، کفش شلوارم از اون گرون تر. وای 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 دستم خاکی شد میکشم بالا. خب باری اوه چرا خوبه آیفون 13 خاموش شد. او سخو ای بعد بشه تا منا بیاردید ما دنسی خود کردی. تو را دیدی علی ای بر شو. در شرایط سخت یه چیزی پام نمی‌سیر. سامانه. سامان آتی ساخته سامان اسرت نمیدونم دوستم یه جن داره صدای دوستمو در میاره بدی خیلی تشمه